میرزا قاسمی با طعم بهشتی میخوای؟ بیا تا بهت یاد بدم. سیر خام رنده شده 4 عدد، بادمجون 6 عدد، نمک، فلفل، زردچوبه، تخم مرغ 2 عدد، پوره گوجه فرنگی یا گوجه، من پوره فریز شده دارم. بادمجونامون رو کبابی میکنیم، لطیف که شد در میاریم داخل آب میذاریم، پوستش به راحتی میکنیم. پوره گوجه رو میذاریم آب بشه، آبش کاملا کشیده بشه. همین حین بادمجونامون رو میکوبیم، له له میشه، میذاریمش کنار. میریم سراغ گوجهمون. گوجه که قشنگ آبش کشیده شد 2 قاشق روغن میریزیم، 1 قاشق رب میریزیم. سی رو خیلی تفت نمیدیم، میریزیم داخلش، هم میزنیم، بادمجون رو بهش اضافه میکنیم، حدود 5-6 دقیقه میذاریم تفت بخوره. تخم مرغ رو میزنیم داخلش. نوش جان، یه طعم بهشتیه.